اومدی استانبول، به جای اینکه هر روز بری مرکز خرید و خودت و خانوادت رو خسته کنی، یه روز وقت بذار بیا جنگل‌های بلگراد، هم قدم بزن هم از آرامش و اکسیژن اینجا استفاده کن. ورودی اصلی جنگل‌های بلگراد در امتداد باهچه‌کوی در مسیریه که شما تشریف میبرید به سمت زکریاکوی، میپیچید سمت چپ میشه باهچه‌کوی. بعد از باهچه‌کوی ورودی اصلی جنگل‌های بلگراد هستش. البته شما میتونید از سمت گوکتورک و کمربورگاز هم بیاین، ولی از هر جا میاین حتما بیاین. جنگل‌های بلگراد مسیرهای مختلفی داره. همونطور که می‌بینید اینجا یکی از مسیرهاست که تقریبا 6 کیلومتره و همه ورزشکارا میان اینجا و از ورزش کردن توی این هوای تمیز و جنگل‌ها لذت می‌برن. خب و این هم 6 کیلومتر پیاده روی ما در جنگل‌های زیبای بلگراد. امیدوارم دفعه بعد یکی از شما رو هم اینجا ببینم. البته یادتون نره که اینجا فقط برای پیاده روی نیست، پیکنیک و عشق و حال هم اینجا براتون امکان پذیره. خدا نگهدار. Vestina Property, Noble's Choice.